خب راند بکیک بین تکنیک ها از همه بیشتر رای آورد و امروز سعیم این هست که بتونم بهتون تکنیک راند بکیک رو آموزش بدم. خب بیا جلو. ببین برای اجرای تکنیک راند بکیک بهتره که پای من دقیقاً در نقطه مرکزی گاردن باشه، یعنی اینجا. تفاوتش با بکیک اینه، من اگر بخوام تکنیک بکیک رو اجرا کنم مجبورم که این پا رو، یعنی پای ستونم رو بذارم جلوی پای ضربه زننده و پاشنه رو بذارم سمت حریفم، بعد چرخش داشته باشم و بعد تکنیک هم اجرا کنم که اشاره تو آموزش بعدی اینو با هم دیگه اجرا میکنم. الان واسه اجرای تکنیک راند بکیک لازمه که من مرکز گارد رو بشناسم. مرکز گارد رو اینجوری پیدا میکنید، پا رو میاد اندازه عرضشون رو باز میکنید، وسط این اندازه میشه مرکز گارد من. بعد از اینکه پا رو گذاشتم اینجا و پاشنه رو به سمت حریف چرخوندم، به بدنم یه چرخش کامل میدم. باز عرض میکنم خدمتتون این با بکیک تفاوت زیادی داره. جمع با یک حرکت هوک کیک تو این دامنه حرکتی تکنیک همو اجرا کن. یه دور میریم واسه اجرا.